دین تکمیل شده، یک پرزش باقی نیست. تو که امروز یک چیزی دیگر اضافه میکنی، میگی میلاد هم از جمله اعمال خوب است. همین اعمال خوب برای پیغمبر معلوم بود یا نه؟ برای صحابه معلوم بود یا نه؟ برای تابعین معلوم بود یا نه؟ برای تابع تابعین معلوم بود یا نه؟ یا تویی را معلوم کردی؟ اگر برای ازوا معلوم بود خیر چرا نکردن، انجام ندادن؟ خب معلوم بود که نبوده کاری خوب. امروز تو میگی در قرن 14 میخیزی، مردم ای میگی که مردم یک رپر گدایی مولود مصرف کرده، جایتان امرای کی؟ امرای ابوبکر در جنت است. ببینید دوڑای خورا را امسال در اورانوس گرفتن، کدام بیچاره مال حرام پیدا کرده بود از مال ازور در هتل مصرف کردن. شما ببینید قدر مخلوق در هتل یک خوراک چند روپیه است. چی میکنیم؟ مولود کلان ملا، امو مشهور ملای کابل در اونجا شریک شده بود، لقمای کلان همیزد. این از کجا پیدا کرده؟ ما سیرت رسول الله را بیان میکنیم. سیرت رسول الله فقط روزی وفات و پیدایشش است. کدام روز پیدا شده، کدام روز وفات کرده، هیچ کار نداره. نه روزی وفاتش کار دارم از پیغمبر، نه روزی تولدش، هیچ کار ندارم. الله از پیش سوال نمیکنه که در کدام روز پیغمبر تولد شده، کدام روز وفات کرده. سیرت رسول الله قرآن است. سیرت رسول الله چیست؟ چرا زندگی عملی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی بوده؟ تشریح قرآن کریم بوده. ایده و ایده یک ساعت بیان نمیشه، کل سال بزن. ما و شما در اول رمضان شروع کردیم این تالی را چیسته؟ در سپاری چندم هستیم این نمیشه ختم، در حالی که اختصار میکنیم کلی آیاتا را خیلی گپایش مسائل جزیش میگذاریم، نمیشه. او تو در یک ساعت به مردم سیرت کی را بیان میکنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنی. مردم فریب میدی، مردم فریب میخوره که البته سیرت رسول الله فقط نمی بگه تاریخ وفات و تولد است. سیرت رسول الله قرآن است. عایشه رضی الله عنها چطور پرسان کردن؟ گفت اخلاق پیغمبر چطور بود؟ گفت کان خلقه القرآن. اخلاق پیغمبر چی بود؟ عمل به قرآن، مکمل قرآن اخلاق پیغمبر. تو در یک ساعت تو یک روز تشریح کرده میتونی؟ باز چی میگه؟ میگه ما خود نمیتونیم که سیرت رسول الله را بیان کنیم، لا اقل یک گوشه خود بیان کنیم. چی را بیان کردی؟ یک گوشه سیرت رسول الله کدام میشه بیان کردی؟ نماز را بری مردم تشریح کردی به طریقه و نقش پیغمبر، اما صاحب روزه را تشریح کردی به طریقه پیغمبر، نکاح را تشریح کردی به طریقه پیغمبر، خرید و فروش را تشریح کردی به طریقه پیغمبر که تو سیرت رسول الله را بیان کردی. این خود سیرت رسول الله نیست که تو بیان میکنی. مردم بیچاره فکر میکنه که البته این نمی سیرت است، او سیرت نیست. خود چه رقم مردم فریب میده؟ قرآن کریم برای ما میگه زخرف القول، وسوسه میکنه بعضی از یا برای بعضی دیگرها، علمای سو برای عوام چی را وسوسه میکنه؟ زخرف القول، سخنان شرک و بدعت در لباس چی؟ در لباس سنت، در لباس بدعت حسنه، غرورا برای فریب دادن از ما که وارا فریب بده، مثل که آلی مردمی ما را فریب داده. چقدر فریب داده بیچاره را. در میلاد تقریر کرده بودم، در موتر یک نفرا قطم نشسته بود، کسیتی خودم بود، ایره مانده بودم اونجا که چیزی گفتم، یک نفر میگم نه این کسیتا، گفت مولی صاحب مرا بده. از کی هست؟ ما گفتم یک ملا هست در می کمپانی. نفهمید که عزیزتر. گفت نه به هر قیمت که میشه. ما گفتم خیر است بگی دیگه، ما دیگه میگیرم، خیر است تو بگی. خب 50 را یا 100 را کشی، گفتم میره بگی. ما گفتم نه ما برات مفت میدم. نه میگه این کست بیخی. ما گفتم چرا این قدر خوشی آمد؟ گفت هر سالی میلاد روغنش سر ما بود. تبا برباد شدیم. راست میگه، ده یتیم نمیدم، ده فقیر و مسکین نمیدم، ده ایشی کم پرستا. گفت کلانالی من نفهمیدم که غطایت است. این غطایتا در مسجد نشسته می باشه، اونجا دیگ بار است. چی میگن؟ ای مولا صاحب عاجزه کلانش اینجا رایی کن. این گفاره که گفته بودم میگه بلکلی واقعیت داره. این کسیت بده در بدر کت مردم. الله متعال پیش از پیش الله دعوتگره میگه این گپا پیشت پیش میشه. ولو شاء ربک ما فعلوه، اگر الله میخواست این کارا را قطعا نمیتونست.
حالا میتونست که مردم ها را موقع نمیداد که وسوسه ها را بکنه، دعوتگر را تخریب بکنه، در مقابلش بعضی گپا را تبلیغات شایع بکنه، نمیتونست. لیکن حکمت الله تقاضا میکنه که گپ نباشه، بلکه اینمی کشمکش موجود باشه. چرا کشمکش موجود باشه؟ شما میفهمی؟ به خاطری که بگوی مراحل دعوتی امی دعوتگر تکمیل پیدا بکنه، در هر مرحله که مواجه به یک اعتراض میشه، این دیگه هم قوت پیدا میکنه. آمدن غربیا برای ما چیسته؟ بگوی برای ما یک ماشاءالله یک چی میگه فرصت طلایی شد. چرا فرصت طلایی شد؟ خبر داری؟ چرا فرصت طلایی شد؟ شناختیم دشمنه، حقیقتش برای ما واضح شد. این طرف اسلام برای ما چی شد؟ خب برجستگیش برای ما معلوم میشه که اسلام کدام دین است. اگر واره نمیدیدیم عملا امو تبلیغاتی چیستن بگه شایعاتی خبریش ما را زیر تاثیر آورده بود که دموکراسی اینطور است. دموکراسی آخر دموکراسی چی برآمد؟ بگه ظلم، زیادت، وحشت، بگه بدبختی، مردم گمراه کردن. اینمی قسم هر قدر که جانب مقابلت قطعی تو مقابله میکنه، تو امرایش چی میشی؟ قوی شده میری. اگر جانب مقابل نداشته باشی تو قوی نمیشی. رو آوردن مردم طرف کتاب الله سبب چی است؟ سبب امی فرهنگ های مبتذل و نعوذ بالله بیهودی غربی است که امروز مردم ما حقیقت قرآن درک میکنن. اگر وا نمی بود قرآن یا بگوی محبت نمیکرد. حالی میدانن که اسلام چیست. اونجا که زنا را میبینه، خواهر دیگه ما اینجا که او زن میبینه، حالی دیگه که ایجاب هم نمیکرد ولی ایجاب میکنه. چرا؟ حالتی از او را دیده. حالی دیگه در مقابل اینجا ای حجاب کرده رایسته. از امو خاطر است نیروهای انسان با وقتی که دشمن مقابل برات پیدا شود تو قوت داده میتونی، در غیر از او تو قوت نمیدی. هر قدر که از سنگر سرت فیر میشه تو تلاش هستی که سنگری خودت چی بکنی؟ قوی بسازی. از امو خاطر است ای آمدن غربی ها برای ما بسیار فایده ها داره. بالکل حقیقت اسلام برای ما انشالله واضح میشه و این منافقت از یا چی میشه. پس اینمی بعضی دوستا میگن امی مردمایی که در چهار اطراف هستن که بدعتا را کشمکش داره، این برای ما خیلی فایده داره، خیلی زیاد. یکی ما را مشهور میکنه به مردم، هر جایی همی بیان میکنه ما را مشهور میکنه. اگر مردم ما را چی میشناسن؟ هیچ نمیشناسن. یکی دوم است مردم متوجه یک حقیقت میکنه خود به خود. یک آدم وقتی همین تبلیغات شنید در دلش یک روز میگرده که تو بیا یه مجلس ترجمه از یام برم که همیا راست میگه یا دروغ میگه. یک نفر نه الحمدلله چندین نفر آمده در درس ترجمه به این خاطر آمده که مولوی متوکل امام ابو حنیفه رحمه الله لعنت میگه. اینجا که آمده که گپا را شنید پس از او بس مکمل دیگه موحد بزرگ جور شده. این سبب میشه که انشاءالله مردم دیگه هم گپا را بفهمه. فذرهم و ما یفترون، بگذاری پیغمبر علیه السلام و آن چیزی را که یا جور میکنه اعتنا برش نکنی، هیچ دقیقش نباش. مام هر قدر که مردم تبلیغات میکنه که در مناظره حاضر نمیشه که اینطور است، ورقه چاپ میکنه، تالی از ما کدام ورقه ندیده که در علیه کسی نوشته کرده باشیم؟ نه یا به هزارا ورقه چاپ کرده. گاهی ورقه چاپ کرده که مولوی متوکل شکست دادیم امروز چیست؟ نه مولای نام نهاد مولا متوکل قطعی عبدالحسیب شکست داده حاضر نشد. رقم گپارت شایع کرده رویسته. ما هیچ خودش هیچ شور نمیدیم، تو میگه هیچ خبر نیستیم. چرا؟ قرآن برای ما میگه این مردم ها اینمی حرکت شروع میکنه فذرهم، بگذاری آره و ما یفترون، آن چیزی را که از خود جور میکنه. چرا؟ الله متعال میگه ما زود است که جزای از یارا بدیم، یا در دنیا یا در آخرت. غم نکنی شما دعوتی تانه پیش ببری. ولی تصغا اونجا یوحی بعضهم الى بعض، این شیطانا اینمی علمای سو بعضی دیگرها را عوام خدا چی میکنه؟ وسوسه میکنه زخرف القول، گپای زرندوده. چرا این گپای زرندوده برشان میگه؟ غرورا برای فریب دادن از و فریب بده یاره. یک ولی تصغا الیه افئده الذین، دیگه که مایل شوه بسوی امی قولای زرندودشان. افئده الذین، قلبای او کسانی که لا یؤمنون بالآخرت، ایمان با آخرت نداره. دیگه ولی یرضوا، که مردم او را خوش کنه، یعنی خوش کنه عقیده دل خود جور کنه او را. امو گپای زرندوده.
ولی یقترفو که بعد از عقیده کردن با خوبی و امو گپی زرندود یا کمایی بکنن کسب بکنن ما هم اونمو و اعمال و گناهایی که مقترفونه یا کسب کننده است. 4 مرحله را قرآن بیان میکنه. وسوسه میکنه اول برای فریب دادن از وا تا که وا آماده شود به شنیدن گپی ازی گپی زرندودی ازی میشنوه. باز اول گپ میزنه کسایی که اون مردم دشمنی مذهبی ماست، حالی دیگه خو یه دوستی مذهبی ماست، حالی میایه مردکه حالی گپی ازی را تقریر ازی را میشنوه. لتصغی الیه افئدة الذین است. باز بعد از او چی میکنه؟ امی گپی ازی را خیلی خوش میکنه. چرا؟ او در تقریر خود میگه که سعی کنه مردمی پیدا شده، مردمی عوام بیچاره خو نمیفهمه. عوام خو میگه که تراویح سابق در ذهنشان آمده که 20 رکعت است، حالی اونجا تقریر میکنه مردم کسی که 12 رکعت نماز قبول نداشته باشه نخونه، او را شما مسلمان میگی کافر. مردم عوام چیخ میزنه کافر هستن. 12 رکعت نماز کس نخونه، 1 رکعت نماز کسی منکر شو کافر نیست. اینطور گفت برش میزن. باز چی میگه برش؟ او مردم کسی که از دعا منکر باشه، او مردم کسی که خیرات قبول نکنه، او مردم کسی که زیارت قبول نداره، او مردم کسی که کرامت قبول نداره، او مردم کسی که علما چی مجتهدین میگه مشرک است، او مردم کسی که میگه که فقه نعوذ بالله گند است. اینا چقدر کلمات مسلسل میگه. این گپا که به شما بگویا همونجا میگی کی هستی یا برای من نشان بدی، تفنگ از خانه میگیری او دنبال ما گرد میگردی کجاست کی را قتل کنم. چرا؟ گپایی گفته که یکی دیگه قابلی چی نیست، دعا را قبول نداره. کسی دعا را قبول نکنه کافر است، کرامت قبول نکنه کافر است. چیزی که موجود است قرآن او را بیان کرده، خیرات قبول نکنه کافر است. حقیقت نمیگه، اصل حقیقت نمیگه. من که یک روز براتون گفتم که یا محمد قبول نداره یا محمد است. که گل زدن مردم چطور است؟ تو نمیگه که یا گفتن کلمه یا محمد نمیپذیره. چرا که شان پیغمبر گستاخی است. با مردم اینطور میگه یا پیغمبر قبول نداره، محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول نداره. خبر داری؟ این گپا را میزنه. قرآن کریم پیش بر ما گفته 4 مرحله میشه. اینمی مردم اول گپی زرندود برش میزنه، حالی آماده به شنیدن سخنش میشه. باز سخنش میشنوه، باز دیگه عقیده سرش میکنه سری سخنش. عقیده کی کرد پس از او دیگه شروع میکنه این مردکه آنقدر ضدی توست سلامی تام علیک نمیکنه. یک تعداد مردم که ما سلام میپرتم شما باور بر الله بکنیم علیک نمیکنه. تا این سرحد میرسه. چرا؟ از دستی مردم. دیگه ای چی بود؟ مرحله دیگه است. 4م تپه مشکلات برای پیش روی دعوتگر نمیسته که نمی علمای سو مردم عوام تحریک کرده رویستان و اتهامات سری تو میچسبانه. پیغمبر علیه السلام چه قسم اتهامات کرده بود؟ الکی شاعر است، الکی ساحر است، الکی مجنون است، الکی مفتری است، الکی کاهن است. خلاص الله متعال گفت بگذارشانه. ما هم به دوستای خود میگم مردم که تبلیغات میکنه در قصیش نشوه او یک در قصیش نشوه که حالا چرا قط ما مناظره نمیکنه. نه بگو ما مناظره قطعی نداره. در چی مناظره کنیم؟ تو برو از قبر طلب کن، از الله طلب میکنیم. چی؟ تو در مورد 15 ساعت بگو پندکی پیسه را گشتانده برو نمیکنم. بعد از سنت و فرضه این قدر دوای دور و دراز بکن از ما چی؟ ما کاری خدا میکنیم، هر عمل خدا موافق نقشه پیغمبر جور میکنیم، امیر پیش می. افغیر الله یبتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب. دا مناظره طلب میکنه تا برات میگه که بیا که مناظره کنیم. خود مناظره چی را؟ سری کدام کتاب فیصله میکنیم؟ 70 عالم جمع شده بود اول سوالی. 70 عالم خود ما یک طرف بودم، یک نفرم حتی یک کمی که در مرحله نه طرفی من نه طرفی از او باشم قرار نداشت. کلگی دیگه یک طرف. خب مناظره داریم. نه تو گپای جدید میزنی. خب مناظره خب میکنیم. در کدام؟ ما گفتم که بیایم مناظره سر کتاب الله قرآن کریم بکنیم. نه 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 نه. دیگه که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم مناظره بکنیم. نه 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 نه. خب باز برشتون گفتم خیلی خوب، مرجع تمام فتاوای شما فتاوای شامی است. بیا که دمی فتاوای شامی فیصله کنیم و شما. نه 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 نه. فتاوای خودم قبول نداری، آخر ما سری چی فیصله کنیم؟ یک کتابک از جیب کشید.
ایقاظ الحواس. یک رسالگه کس یک مولای بدبختی رو نوشته کرده، چیزایی دو گفته که پرسان نکن. اینی سر اینی کتاب فیصله میکنیم. برای ما گفتم دو خور اینطوری کتاب ما قطی پای نوشته میکنم، اون مردکه قطی دست نوشته کرده. تو نمیشه. قرآن برای ما طریقش نشان میده. این مردم هر جای میره دل دل لنگای سفید و شپانا، گای سری و ملک میره، گای سری و وکیل میره که ما برادری مردکه پیدا شده در مناظره میخوایم شه، حاضر نیسته در مناظره. ما خب موقع نمیدیم شنی؟ چی خود قطعی زبان کنیم؟ چرا ترجمه قرآنی خود نمیکنیم؟ باز چی میکنه؟ خب بله در مناظره کشیشتی، آلی دیگه قطعش بیا تو بیشی مناظره. کتاب ملا را برای ما پیش نکن که فلانی ملا کتابش هست. فیصله ما با کتابی کی باشه؟ الله. خلاص هر طایفه را که مناظره قطعش میکردی شرط اولش نمیست. اف غیر الله یبتغی، آیا غیر از الله طلب کنم حکما نظری فیصله کن؟ الله خو نیست، کتاب الله است. آیا غیر از کتاب الله ما طلب کنم برای فیصله کردن نزاع و جنجالی که در بین ما و تو پیش شده؟ و هو الذی حالان که الله ذات است، انزل الیکم که روان کرده به سوی شما الکتاب، و تر کتابی که مکامل است در اعجاز خود، مفصلا که تمام مضامینش خیلی واضح است، مفصلا که رایش توحید و شرک جدا کرده، مفصلا که تمام نیازهای انسانی دری بیان کرده شده. کدام خیر فیصله کن بگیریم؟ موضوعی که ما تو نزاع داریم هم دمی قرآن حل میشه، بکی بگیریم. نه حاضر نیسته، از بم اتم میترسه واخو ریزه میکنه شه. میتونن؟ نمیتونن. یک برادر یک مولوی سیم آمد بود، والا بسیار با جنجال است. مولوی سیم گفت خودت در جنجال انداختی، با جنجال نیستی، تو با جنجال انداختی. گفت چرا؟ ما گفتم اونجا خود حنفی میگی نه، التزام مذهب کردی سری خود حنفی گرفتی، که حنفی گرفتی الاسقاط سرت میپذیره. چرا میپذیره؟ کتاب برات میافر تاوی شامیره میگه نه اینجا گفته. علی تو چطور میکنی؟ گفت چطور خلاص میشم از جنجال؟ ما گفتم مولوی متوکل گفت که ما کتاب الله و سنت رسول الله را قبول داریم، منهج ما واضح معلوم داره. اگر کسی قط ما بحث میکنه در کتاب الله و سنت رسول الله بحث کنه، اینا لی پدرش پیش ها الاسقاط ثابت کنه که میتونه یا نمیتونه. پدرش نمیتونه. تو گرفتی خدا اول در جال ازواج در گیر دادی، باز میگه خیلی با تکلیف هستم. با تکلیف نشو، واضح اعلان که رای ما قرآن و حدیث است. بله کتابای فقه از هر عالم، از هر مردم، ولو که در افریقا زندگی میکنه یا در هندوستان، شافی مسلک است، اگر حنبلی مسلک است، اگر مالکی مسلک است، اگر حنفی مسلک است، کلش نوری چشمی ماست. هرگاه مسئلهشان با این کتاب الله و سنت رسول الله موافق بود، علی الرأس والعین، و سر رو چشم میپذیره. اگر نه که مخالف بود که پدر امام باشه، پدرم چی میکنم؟ نمیپذیرم. همین دین است دیگه، خود دین نیست. آسان گپ است. حالی خود نجات بده، آسان نجات پیدا میکنی. هیچ کس پیشیت آمده نمیتونه. چرا؟ فیصلیت با کتاب الله است. بیا با کتاب الله قطعا مسائل ثابت کنه، با حدیث پیامبر ثابت کنه. وی معاملات خدا یا قطعا قرآن و حدیث ثابت کنه، خلاص ما میپذیریم. باز که یک مسئله است قرآن و حدیث ثابت شد، ولو که 100 سال مورا خلاف عمل کرده باشم، با الله قسم به سر و چشم میپذیرم. چرا؟ مسئله قرآن و حدیث ثابت شد. باز من بگم که نه من این قدر سال خلاف ازی عمل کرده میره نمیپذیرم. نه میپذیرم، حق است. من خو معصوم نیستم، خطا میشم، نظر و فکرم ناقص است، بس میپذیرم. این دین است. اف غیر الله یبتغی حکما، یا غیر از الله یعنی غیر از کتاب الله طلب کنم حکما نظری فیصله کن. و هو الذی الله خو ذات انزل الیکم الکتاب، که برای شما روان کرده کتاب، با می خاطر روان کرده که فیصله بکنه، نزاع جنجال ختم شوه، نشویه نسونی دعاهای بیجا و بی اساس بکنه. مفصلا که تمام مسائل دین دایی به تفصیل ذکر شده، یعنی هیچ مورد نزاع در اینجا باقی نمانده که حل نشده باشه. والذین آتیناهم، یقینا کسانی که ما دادیم این کتابی ترام نیست که تنها ما دعوا داریم. علمای قومای سابق از بنی اسرائیل هم نظر به علامات نشانه هایی که در کتابای خود در مورد قرآن خوانده مکمل کتاب تصدیق میکنن. والذین، و کسانی که آتیناهم، کسانی که ما دادیم برشان الکتاب، کتاب جنس کتاب در زمان سابق دادیم قومای سابقه،
یعلمون میدانه انه منزل کی کتاب نازل کرده شده است من ربک از جانب پروردگارت بالحق برای فیصله حق بالحق که مشتمل است به تمام امور واقعی بالحق آمده به خاطر اظهار حق که حق واضح شود باطلا از بین بره فلا تکونن من الممترین نشوی تو از جمله شک کننده پیغمبر شک میکنه در مورد قرآن شک نه قرآن خود سری قلبش بیا در تو را میگم دیوال تو بشنو آینده اینمی طور فرقه ها خیلی پیدا میشه باز برات میگه که قرآن ناقص است اصلا 40 سپاره بود 10 سپارهش فلانی دزدی کرده از گپا را برات میزنه نکو این قرآن منزل از جانب پروردگار توست پس شک نکنی و تمت کلمت ربک کلمات پروردگارت مکمل کامل شده تحریف تغییر ایج نوه زیادت کمی دری کسی کرده نمیتونه صدق از روی راستی و واقعیت و عدل از روی عدالت کلش تکمیل لا مبدل لکلماتی نیست کسی تغییر دادنی برای کلمات قرآن کریم زبر زیرش تو بالا کردن نمیتونه حافظش الله متعال خود است و هو السمیع العلیم الله میشنوه کسایی که تحریفات در قرآن میکنه العلیم و میدانه که عقاید از یاد چی رقم است هدفش چی است نمیمانه شه غوث زلمه هم خیسته بود فارسی را بگوی قرآن معرفی کرده بود در مردم توضیح میکرد دیستی الله متعال رسوایش کرد یا نکرد اگرنی در این مردم توقع میرفت که او را کسی بندی کنه در این زمان خب این خو یک ترجمه بود دوم ترجمه و تمت کلمت ربک تکمیل شده کلمات پروردگار در قرآن کریم کلمات به معنای قرآن آمده به معنای وعده حق آمده وعده پیروزی مسلمانا به معنای دین و آیین اسلام آمده و تمت کلمت ربک یقینا تکمیل شده دین و آیین پروردگاری تو دیگه کدام پرزه جدید برش ایج نیاز نیست کسی از جان خود در این پرزه اضافه بکنه بدعت کرده نمیتونه این دین تکمیل شدگیست صدقا از روی راستی اخباری کتاب الله مکمل صادق است راست است گپای خیالی دروغ نیست عدلا احکامش مکمل به عدالت استوار است بالکل مناسب متوازن است سری کسی بوجو دشواری را نمیاره دیگه ترجمه و تمت کلمت ربک تکمیل شده وعده پروردگاری تو صدقا از روی واقعیت بخشیدن که الله اسلام غلبه میده بالکل گسترش مییابه اینمی عقیده و عدلا از روی عدالت همیشه فیصله بعد عدالت میکنه بالکل از همون خاطر است در قرآن کریم تمام اخبار قرآن کریم مکمل صادق و راست است و عدلا عدالت در اوامر و نواهی خود عدالت مراعات کرده یک و تمت کلمت ربک تمام شده کلمات پروردگارت قرآن کریم صدقا از روی راستی تمام عقاید ازی بالکل واقعیت داره راست است و عدلا در اعمال ظاهری و باطنی مکمل عدالت رعایت شده